الان شما بردین؟ آره جی. اونو باختن؟ بله. مطمئنی؟ بله جی. آخه میدونی چرا میگم آره؟ بعضی وقتی آدمایی میان اینجا توی دادگاه فکر میکنن بردن ولی باختن. بعضی هم فکر میکنن باختن ولی بردن. خیلی چیزایی که تو زندگی میبینی توهم حقیقته، مثل میزه، صندلیه، پول، شهرت، مقامه. راجع هستی؟ میدونی حقیقت چیه؟ حقیقت چیه؟ اون لحظه که تو چشمتو رو منفعت خودت میبندی و به منفعت یه آدم دیگه فکر میکنی، بهش عشق میدی. این حقیقی ترین لحظه زندگی ماست، عشق. خیلی مردمی که میان اینجا نمیدونم دقت کردی، شاکی، متهم، میان فقط حرف بزنن تو گوش کنی، اصلا شکایتی ندارن، کسی به حرف دلشون گوش نمیکنه، دوست دارن صحبت کنن تو گوش کنی. وقتی خدمت میکنی، عشق میدی، اون لحظه حقیقی ترین لحظه زندگیته، عشق.